درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل. گفتاری 36. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. چنار در زمین ریشه های عظیم و عمیق دارد. میگویند که ریشه ها در قعر خاک نمی آن را به خود کشیده جمع می آورد و از همین سبب اکثرا در زیر چنار چشمه ها جاری می شوند. صدرالدین عینی همین گونه چنار در باغ ادبیات ما می باشد. ساتیم اولغزاده. همه به استاد چیز تقدیم کرده ایستادند. من که مسافرم چیزی ندارم که در اینجا تقدیم کنم. تنها تقدیم من به استاد عینی همین است که من همون طور مبارزه میبرم که چخسلواکیا شروعی شده صدرالدین عینی را به چخسلواکیا بیاورم. یولیوس فوچیک. جنیدالله مخدوم حاذق هراتی. در عهد امیر حیدر بعد از سال 1216 هجری به بخارا آمده، بعد از چند گاه به خوقند به خدمت عمرخان شتافته. در مناقشه های بخارا و خوقند از زبان عمرخان به امیر حیدر این بیت را نوشته: فرد سزد که شاهی بخارا مطیع من گردد، عمر به تخت خلافت مقدم از حیدر. بعد از فوت عمرخان در عهد امیر نصرالله به بخارا بازگشته آمده. در سیر سمرقند
در رکاب امیر نصرالله شعر مشعر بر ظالمی او خوانده. چون این شعر به واسطه جاسوسان به گوش امیر رسیده، علاوه بر کینه دیرینه شده، آتش غضب امیر را شعله‌ور گردانیده. چون حاذق به واسطه دوستان خودش از ماجرا خبر یافته، از جان خود به اندیشه افتاده، به شهری سبز که آنگاه استقلال داشت فرار نموده. با این همه سر خود را به سلامت برده نتوانسته. امیر نصرالله دزدی را به شهر سبز فرستاده که در خوابگاهش به قتلش رسانده است. تاریخ وفاتش معلوم نشد. گمان می رود که در بین 1446 1250 باشد. گویند که از اتفاقاتی عجیبه شعر شب مقتول شدنش انتشار کرده است که این غزل آن شعر است. غزل: چی سیدم من که نه بسمیل شدم، نه زیب فتراک، نه از خونم زمین آلوده شد، نه دامنی پاک. نگاهم را تماشای گلو شبنم نمی باید، منو در کنج عزلت یاد رخساری عرقناکی. دلم از بی تمیزی های ابنای زمان خون شد، نبودی کاش لوحی خاطرم را نقش ادراکی. فلک گر سفله را عزت دهد خارش کند آخر، هوا زد بر زمین برداشت بالا چون کفی خاکی. مرا شوری جنون از پند ناصح کم نمی گردد، چه امکان است راهی شعله بندد مشت خاشاکی. نباشد هیچ داغ از داغ هجری یار سوزانتر، به وصلی شمع کی پروانه را ذاتش بود باکی. ندیدم در بهار زندگی حاذق در این صحرا، برنگی لاله جز داغ دلی و سینه چاکی. از ردایف الاشعار.
نگاری من زهینا کرد تا نگار انگوشت. گرفت گل بدهم در چمن ز خار انگوشت. منی به شیری کجی سفله زینهار انگوشت، که مصرعی غلطش می گزد چو مار انگوشت. ز شستی ابروی یارو خدنگ مژگانش، کمان گزید ز ناوک هزار بار انگوشت. ز صبح کم ندمیدی اگر زری داری، تو هم به عرض کرم ز آستین برآر انگوشت. به سیر دشت برآیو چو لاله ساغری می، بینه به کف که دمیده است سبزه چار انگوشت. به صورتی دلی پیکان یار خواهد بود، چو لاله سر کشد از خاک من چهار انگوشت. به باغ دهر ثمر گل نمی کند حاذق، چو سرو چند برآری به عرض یار انگشت. از تحفة الاحباب. نه مرا سایه طوبی و نه کوثر در کار، قدی چون سروی سهی و لبی شکر در کار. شعر ما حجتی قطعی است در اثبات کمال، تیغ را جوهر اگر هست چی دیگر در کار. در سخنها رهی تقلید نمی پیمایم، کلک ما را نبود سرخط و مستر در کار. فطرتی راست عصای دلی روشن خیرد است، خیزر را در شب تاریک چی رهبر در کار. شعر ما چون خم می خود به خود از جوش دل است، نیست با مستی ما شیشه ساغر در کار. ما ز یک نقطه دل نقش دو عالم خواندیم، علم ما را نه کتبخانه نه دفتر در کار. حاذق آسان نبود گوهری گفتار به نظم، دل خالی ز غم و کیسه پر زر در کار. با ناز عجب راست ببر کرده قبا را،
با روی چو ماهی کج کرده کلاهی هر روز نشان کرده دلی اهل وفا را با تیری نگاهی از هر سری راهی حاجی خان ابن بیرم علی خان حاکم مرو است. بعد از کشته شدن پدرش به دست امیر شاه مراد به بخارا افتاده، در عهد امیر حسین خلاصی یافته به ایران رفته در نجف فوتیده است. این شعر را در حسب حال خود به امیر حیدر نوشته از تحفة الاحباب. بغیر ناله مرا نیست غم زدای دیگر، در این ستم کده کو یار و آشنای دیگر. هنوز ناشده زخم نکو به سینه من، رسد ز شست فلک ناوک جفای دیگر. ز خوان قسمتی واژون بغیر خون جگر، برنگ غنچه نباشد مرا غذای دیگر. به غربت از وطن آواره ام ولای تو کرد، قرین من ز ولای تو شد بلای دیگر. مرا شکنجه ملکی مسافرت باشد، نشانه علمی دشت کربلای دیگر. ز خون دل به سرانگشت پنجه مژگان، به رغم بی جگران بسته‌ام حنای دیگر. بجز تو گر سری خدمت به کس فرود آرم، همان بود که شوم بنده خدای دیگر. در غلبه کیک و پشه گفته: زوری شب تا سحر بزم است در ملک بدن، کیک رقاصی و پشه نایی و من چنگ زن.
محمد صدیق حیرتی بخارایی. وفات 15 ربیع الثانی شب دوشنبه سال 1320 هجری در سن 27 سالگی. غزل به طریق مناظره از دستخط خود حیرت. ای سرو بی ابا به چمن سر کشیده ای، مانا که سرو قامتی او را ندیده ای. آرامی سرو من بود از جویباری چشم، ای سرو اگر تو بر لب جو آرمیده ای. او سرو دلبر است و روان است و در خرام، تو سرو بیبری و به کنج خزیده ای. او ریشه در دل است ز دل آب می خورد، تو ریشه در گل استی و از گل دمیده ای. او ناز پرور است و بود شاخ شاخ لطف، تو باغ پرور از دو سه شاخی بریده ای. حیرت زیاده معتقید سرو ناز او، گشتی مگر مناظره ما شنیده ای. مسدس. چه مضطرم که ز غم لحظه فراغ ندارم، نباشدم به دل از گوشه که داغ ندارم. برای مطلب عیش و خوشی سراغ ندارم، به کف ز دور شباب طرب ایاغ ندارم. چنان فسرده دماغم که میل باغ ندارم، به حد آن که گل بو کنم دماغ ندارم. به دهر آنقدر از وضع روزگار غمینم، که تیر درد و ستم را ز هر کنار کمینم. فرو گرفته هجوم علم یسار و یمینم، عذاری شاهدی مقصد به هیچ بار نبینم. اگر بروزی پریشانیم نزار و حزینم، اگر غمی شب هجرانیم چراغ ندارم.
بر یاری من برید. دوستان عرضی امیدم بر یاری من برید. رحمتی بر خاطری امیدواری من برید. رحمتی بر خاطری امیدواری من برید. زندیار و شهر تنگم شهریاری من کجاست؟ لطفاری دو مرا در شهریاری من برید. لطفاری دو مرا در شهریاری من برید. یا به من از خاک پایش سرمواری آورید. یا مرا در رهگذاری شهواری من برید. گر همی خواهید جان آسان دهم هنگامین از جای تکبیر و تلاوت نام یاری من برید. جای تکبیر و تلاوت نام یاری من برید. در پریشان روزگاری گر رود عینی زیدار، جمع بینشینی بیاد از روزگاری من برید. جمع بینشینی بیاد از روزگاری من برید. شنونده های ارجمند، شما گفتاری 36 را از روی کتاب استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردانی گفتار شیرعلی نغزلی.